آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. جدی؟ در حرمت آینه کاری کردم، کاری نه سزای شهریاری کردم. تا جلوه حق ببینم از طلعت تو، در پیش رخت آینه داری کردم. محمد رضا شاه پهلوی بعد از اینی که حرم حضرت علی آینه کاری میکنه این شعر رو میگه: علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. جلال الدین محمد بلخی، حضرت مولانا. ترسم که دارم ز روشندلی، به دل مهر جان نبی و علی. ابوالقاسم فردوسی، خالق شاهنامه. حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق، بدرقه رهت شود همت شحنه نجف. حضرت حافظ شیرازی. فردا که هر کسی به شفیعی زنند دست، ماییم و دست و دامن معصوم مرتضی. حضرت سعدی. بعید میدونم تو از این بزرگان ایرانی تر باشی و آریایی تر باشی. قول شهاب حسینی: اسلام محصول 50 سال پیش این مملکت نیست. اسلام و عشق امیرالمومنین 1400 سال توی وجود این مردم است و ربطی به هیچ حکومتی نداره. بعدم مگه 2.5 میلیارد مسیحی روی کره زمین؟ میگن که مسیح متولد اروپا یا آمریکا نبوده، نژاد اروپایی نداره. مسیح متولد فلسطین امروزی بوده. باورهای معنوی و دینی ورای باورهای نژاد پرستی. فن دفعه بعد درخواستی بگیر ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم. یه نگاه به خودت بنداز، یه نگاه به بزرگای تاریخ ایران.